ثروت بزرگ ملی ما که ثروت نفت باشد بیشترش در اون منطقه تمرکز پیدا کرده و فقط نفت نیست. خوزستان میتواند 800,000 هکتار زمین آبیاری شده که محصول این زمین اگر از هر نقطه دیگر دنیا بالاتر نباشد مسلماً مطابقت خواهد کرد با بالاترین بازده کشاورزی دنیایی. فقط روی رودخانه کارون لااقل 3 تا صد بنا خواهد شد در حدود 9,000 میلیون یا 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد و یا کمتر از 3 میلیون کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد. به قدری مجسم بکنید درآمد از نفت، درآمد از گاز، درآمد از پتروشیمی، درآمد از زراعت و یه خصوصیاتی هست در خوزستان که محصولش موقعی به دست میرسد که شاید از هر نقطه دیگری 2 هفته زودتر این محصول به بازار بیاد. و اگر ما قصد صادراتی داشته باشیم هر بازاری که ما بخواهیم 2 هفته در بست در اختیار ماست. در اطراف زراعت صنایع مختلفی که ایجاد می شود به اندازه همون زراعت تولید درآمد خواهد کرد، ایجاد کار خواهد کرد. این یکی از استانهای اون ایرانی است که شما سوگند یاد کردید که نه فقط با جان خود آن را حفظ بکنید ولی امروز و فردا بیشتر از امروز با دانش بیشتر و اراده قوی‌تر این را حفظ بکنید. این ثروت‌های ملی به نفع ملت و به نمایندگی جامعه اداره خواهد شد که منافع آن را ملت ببرد، نه اینکه یه عده ثروتمندتر بشوند و یه عده استفاده‌چی منفعت بیشتر. یعنی برای جامعه، در خدمت جامعه و برای اینکه ما را قادر بکند که برسیم نه فقط به مرز که امیدوارم تا 12 سال دیگه به مرز تمدن بزرگ برسیم، بلکه بعد از آن وارد تمدن بزرگ بشویم که صفحات درخشانی خواهد بود برای تاریخ ایران و برای تاریخ هر مملکتی که بتواند به آن دسترسی داشته باشد.